فروشی آخرت ایمان به خدا است، 5 وقت نماز خواندن است، رمضان مبارک روزش گرفتن است، از حرام های خدا خطان باز داشتن است. به حضرت مولوی جنون ما و شما را نصیحت میکنه برای همون جوانایی که فردا و پس فردا توبه میکنه، میگه حضرت ایشان نصیحت کرده چی میگوید؟ مگو ای تشنه فردا آب نوشم. ای عزیز من، ای بچه خوب، نگو پگه پیر شوم بند نماز خوانده شو. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، به پیری در رهی طاعت بکوشم. پیر شدم بند نماز خوان، ببین در بین شما ایگاه پیر من نبینم. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، به پیری در رهی طاعت بکوشم. به بوی پیری چندین نوجوانی، برفتم به طاعت از این دار فانی. خیلی جوان ها زمین سجده نکرده رفتن. خیال میکنی که مرگ اونا آسان است؟ خیال میکنی که اونها مردن و به همه خلاص شدن؟ نه، چی خجالتی هستن در پیشگاه خدا. وقتی که خدا او رو حاضر میکنه که جوانی 20 ساله خیکنی، من تو از 12 سالگی این جانب تکلیفی بندگی کردم، این 8 سال عمرت در کجا صرف کردی؟ او چی جواب میتید؟ در پیش یک مفتش و یک چیز جواب داده نمیتانی، در پیش خالق آسمان و زمین چی جواب میتیم؟ بچه های خوش رو. یا الله، به بوی پیری چندین نوجوانی، برفتم به طاعت از این دار فانی. مبادا که به طاعت بمیری، ز نخل باغ عمرت برنگیری. شاید همین شهر شما هم چقدر جوانا حسرتی تابوت رفتن. شاید هر ماه و هر هفته یک جوان حسرتی رو روان میکنه، اما از مرگش عبرت نمیگیره. نمیگی که هم با امید آمده بود که چی پول کار میکنم و برای فرزندام ذخیره میکنم، اما تابوتش رفت و فرزنداش با آب دیده پیشواز گرفتن. خدا همتان نگه دارم. یا الله، ببوی پیری چندین نوجوانی، برفتم به طاعت از این دار فانی. مبادایی که به طاعت بمیری، مبادایی که به طاعت بمیری، ز نخل باغ عمرت برنگیری. عمر انسان مثل درخت عزیزان من، درخت میوه‌دار صاحبش تربیه میکنه، بانش میکنه، آبش میتیه، اما درختی به میوه را حرش میکنه، میدهش میکنه، علاوش میکنه. عمری که در وی طاعت خدا، عمری که در وی کسب حلال، عمری که در وی آداب و اخلاق نباشه، مثل درختی بی حاصل است، آخرش هیزم دوزخ است. به فرض گر رسی در پیری یار، به فرض گر رسی در پیری یار، قدی پیران ندارد طاقتی بار. خوب اگه فرض کردیم جوانای خوب پیر شده، من 60 رفته رنگی من بارین، یا 70 رفته، بعد توبه کرده بس کرده کن. مگر آدم 70 ساله دیگه مثل شما جوانا بارین به حضور طهارت کرده دویده رفته میتونه؟ موسفید 70 ساله مثل شما طهارت کرده، نماز پریده راستا خستش به حضور خوانده میتونه؟ نه دیگه نمیتونه. قامت پیر باری تکلیف بندگی رو برداشت نمیتواند. بنابراین به بوی پیری نشه. اولش که به پیری رسیدن گمانه، زیرا همون خدایی که ما و شما را به اختیار به این دنیا آورد باز ناپرسیده میبرد. از تو نمیپرسد، از من نمیپرسد. به پیری رسیدن گمان است. اما اگر رفت و فرض کردیم به پیری رسیده، من 70 و 80 رفته،
اما دانه که قامت پیر باری وزنین تکلیف بندگی رو برداشت نمیتونه. طاعت پیری مثل کاسه شکستی قداغ کرده است. اون یک کاسه رو شما شکنه قداغش کنه با تنکه بازار بره هیچ کس نمیخردش. باور کنه به پول هم تایی نمیگیرن شا که انسان هایی که در 70 و 80 بعد توبه میکنن نمازخواه میشن والله مثل نوی است. خدا میدونه قبول میکنه یا نه. اما طاعت جوانی مثل کاسه نو است، بازار به هر که میخردش. باید این فرق کرد. از مثل پیغمبر خدا جوانایی که در جوانی بازگشت به خدا دارند اونها رو مکافات اعلان کرده است که خیلی قیمت بهاست. ببین چی مکافات؟ حضرت سبعت یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 گروه از بندگان خدا روز قیامت در زیر سایه عرشند. روز قیامت روز سخت است، روزی که پدر از پسر میگریزد، مادر از دختر میگریزد، شوهر از همسرش میگریزد، همسر از شوهرش نفرت دارد. ان همان روز این 7 گروه در زیر سایه عرش. یکی از اونها رو پیغمبر خدا گفتن شاب نشأ فی عبادت الله. این 6 گروه دیگه انشاءالله فردا صحبت میکنم. یکی از اونها جوانه که در جوانی هم مکتب میرد و هم مسجد. در جوانی هم دانشگاه تحصیل میکند برای کسب کمالات، هم مسجد میره با خدا مناجات میکنه، راز میگوید، ادای عبادت میکنه. در جوانی هم وظیفه های مسئول حکومتی ده کار میکند و هم عبادت خدا میکند. مثل شما هم تجارت میکند و هم وقتی نماز شد مسجد میره نماز جماعت میخوانه. مثل شما در ساختمان ها کار میکنه، وقتی نماز شد لباس کاش میکشه، 1 ساعت هم باشه طهارت میکنه نمازش میخوانه. این جوانی که در جوانی خدا را همیشه پیش رو میداند، جوانی که در جوانی همیشه مرگ یادش نمیارد، جوانی که در جوانی از عذاب خدا میترسد، جوانی که در جوانی از رحمت خدا امیدوار است، در جوانی آب دیده دارد. این جوان رسول اکرم بشارت دادند که روز قیامت همه در حساب و کتاب است. در آن روز دهشتناک این جوان خدا میگه رو در زیر سایه عرش من تو دم گیر، همراه با بندگان خوب من داخل بهشت شو. جوانی گفته عزیزان من عزیزا از 16 تا 36 میگن 20 سالی که خیلی 20 سالی دیوانگی است و 20 سالی شیرین عمر است. این جوانی میگویند در این ایام اگر شما خودتان کنترل کنه خوشا به حالتان. در این ایام خودتان شما به دست گیره برای شیطان و شهوت نره